خب بچه میخوایم معاملات ضرردهتون رو یه روش بگم که بتونید خیلی راحت کمش بکنید. این نموداری که الان بهتون نشون میدم رو نگاه بکنید. بچه داخل این نمودار میبینید خیلی از معاملات ضررده شده. دلیلش چیه الان بهتون میگم. حالا میخوایم تبدیلش کنیم به چی؟ به این یکی نموداری که دارید میبینید و میبینید یه نمودار سودده خیلی خوبی رو داره. همون قبلی است، هیچ تغییری نکرده، نه حد ضررها رو تغییر دادیم، نه نمیدونم نقطه ورود رو تغییر دادیم، هیچ چیزی رو تغییر ندادیم. پس فرقش چیه؟ چرا معاملات ضرردهمون کم شده؟ تنها کاری که کردم اومدم چیکار کردم؟ اومدم زمان معاملات رو عوض کردم. بچه موقعی که دارید ترید میکنید خیلی از موقع ها استراتژی های ما سودده هستن، ولی چون توی همه سشن های معاملاتی، هم لندن هم نیویورک هم توکیو، توی همه اینا میایم معامله میکنیم، برای همین همیشه نمیتونن سودده باشن. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم توی تایم‌های مختلف استراتژیمون رو تست میکنیم. خیلی از استراتژی توی لندن و نیویورک جواب نمیدن. برای این استراتژی من اومدم همین کار رو کردم. بهش چی گفتم؟ در حالت عادی اون نمودار اولیه که خیلی ضرر داشت، گفته بودم آقا 24 ساعته برای من ترید بکن. ولی توی حالت دوم که سوده شده بود، تایم لندن و نیویورک رو ازش حذف کرده بودم. همین باعث شده بود که اکثر معاملات ضرردهش که توی اون دوتا تایم بود کامل حذف بشه و یک نمودار سوده خوب داشته باشیم. پس از این به بعد توی استراتژی هاتون تایم ها و زمان هایی که در روز هست رو هم تست بکنید، مطمئن باشید استراتژی هاتون بهتر عمل میکنه.